سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ رزیوس هستم. خوش اومدید به یه ویدیوی سرطانی دیگه. امروز با هم دیگه اومدیم به صورت کاملا رندوم بریم تو اکسپلور بنده، اکسپلور پیج من رزیوس وان، بریم ببینیم تو اکسپلور من چه خبره. خب خبر دارید که هرچی من بیشتر حال کنم بیشتر بهم نشون میده. بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. امیدوارم خزوخیل مزوخیل تو ویدیو نیاد. اصلا حوصله ندارم، فشار میخورم، عصبی میشه، مثلا میره رو مخ. چیز آدم استایل ببینیم. امیدوارم بریم با هم دیگه ویدیو رو شروع کنیم ببینیم اینستاگرام من چه خبره. امیدوارم که حال کنید. اگه خوش اومد لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، زنگولش هم بزنید. قناری بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. آقا من همین الان اومدم تو اکسپلور. ببین یه وقت فکر بد نکنید، همین الان اینجا اینستاگرام @اکسپلور. از اینا داشتین یا نه؟ از این حرومیا داشتین یا نه؟ من تا دلت بخواد داشتم. صفحه اول کلاس می نشست سر صفحه جلوی کلاس، عینک هم میزد، قیافه چندشش هیچ وقت یادم نمیاد. ببین از اون نچسبایی بود که اصلا امکان نداشت. هر سری سر جلسه آقا معلم میگه امروز می‌خوایم چیکار کنیم بچه‌ها، کسی یادش هست؟ بعد امتحان بگیریم. پوفیوز قرم ساق میگه. بعد یه بارم مدرسه فرار کردیم که منجر به اخراج شدنمون شد. کل کلاس گفتیم که نریم، همه نرفتن الا این تخم سگ. واقعا این تخم سگ رفت و نشست سر کلاس و راپورت هممون رو داد و گفت که اون روز این ایده از کی نشأت گرفته، کی باعث شد که بچه‌ها نیان. اینجور آدما انقدر چرک و چندشن که دلت بخواد کلاشونو بذاری روی تنگنایی که نتونه تکون بخوره، برینی وسط دهنش. من به خودم قول دادم توی ویدیو فشار نخورم. وقتی تو ایران چالش میگیری دقیقا همینه. خبر مسابقه متفاوت هم از این آقا بکنم بشه گفت کچلوار بوت جقه‌ایه اگه اشتباه نکنم. مدلش و رنگ و طرحش، موهای زرد و یه کچلوار خیلی خاص. تو این مسابقه واقعا خیلی جرأت می‌کنه. لباسای خاص پوشیدن، چون معمولا بیس لباسا همه رسمی و خیلی دیده طوره، ولی این ترکیب رنگ خیلی متفاوته. اونها چیکار مدلن؟ مسابقه بدنسازیه. حالا می‌خوایم بریم ببین فقط من چقدر پاک هم ناموسن. اکسپلور منو تو ببین. 1 2 3 4 5 6 7 8 هنوز هیچی نداره. 2 3 4 5 6 اینم کبوتر. هزار راستون. یکی کامنت گذاشته اگه کبوتر دیدی بنویس سبحان الله. صوت سفیر بلبلی. ترانزیشن خدا بود. ترانزیشن من متوجه نشدم. باید ببینم ترانزیشن داشت. با دقت نگاه کن. اگه تا نگی با دقت. 4 5 6 7 8 هنوز هیچی نداره. بله درست. هیچی نداره. بله 2 3 4 5 6 عالی می نوازی اصلا. پرام ریخت. اینم کبوتر. هزار راستون. ادیتور مناطق محروم. میام تو اینستا میشه همه چشا بازم بیترا اعظم میکنی خدا مگه چیکار کردم باهاتون؟ یکم باز کنی مغزاتون. میگن روانی کردی یاد جوانی، یا میگین آخه خزوخیل بشین نگاه کن استی شهنازی و قربونه. یه لحظه برم پیج ایشون. یه از اوناست که فقط دلش میخواد یکی ببینش. چه سرطانی. چه گویی. فقط منو یه لحظه تو این لباس تصور. فقط یه لحظه منو تو این لباس تصور. بعد اون موقع متوجه بشی که این لباس تخمیه یا تخمی نیست. بیشتر استایلش پسرکشه تا دخترکش. اول ویدیو زده بود استایل دخترکش، ولی این پسرکشه. کار میکنه.
واقعی این؟ بکنم مایکل جکسون هم همینجوری سفید شده. یارو رو دجا در آورد بیرون. داخل اکسپلور من خیلی پاک و منزهه. این چند تا کلیپی که از این خزوخیلا دیدید و رسیم دایرکت عزیزان ببینیم که چیا واسمون فرستادن. این مال دایرکت هست. پروانه آبی نمونده رابی اینه خوابی توی بیداری تن تو برام کوکاینگم لب تو برام کارامل سردم. ای درد ای مرض اون آقا گرم. بچه واقعا جدید خیلیاتون به هم میگین شبیه بیلی آیلیش شدم اما جدی هم انگار موهام دقیقا شبیشه. بله به خاطر اینکه من خانم موهاتو زدم بیلی آتیش هم من تقلید کرده همه من تقلید میکنن. ببین بعضی اصلا هر چی هم تلاش کنن نمیتونن خز باشن. دایرکتور عزیز چه خبره؟ تو را در رویا یا حقیقت میبینم، تو را در آن جاده بی انتها میبینم، آغوش غریب تو را بر لب صحرا میبینم، از آن محال دل بریدم و اندیشیدم بالهایم کجاست، من بی تو میمیرم. مثل بنزینش رفت. میتونستم مثل خیلی از همسن و سالای خودم رو درگیر دوست پسر بازی این کارا بکنم، اما من به هدفم چسبیدم و از ماتریکس خارج شدم. داری میری از ماتریکس خارج بشه اینجا آروم آروم اکسپلور منم خارج شو. بی زحمت برو به ابدیت. وای باز سیگارهای بهمنش را دوست دارم، بوی بد پیراهنش را دوست دارم. گفتند دیوانه ندیدی زن گرفته؟ دیوانه‌ام، حتی زنش را دوست دارم. جمله‌ای که نطق کرد و شنیدی یا نه؟ میدونی از چی میترسم؟ این که چند وقت دیگه گی بودن بشه عضوی از پلن، یعنی هر کی گی نباشه اصلا لو لوله. این میترسم. در خدمت شما هستیم. امشب یه آهنگی میخوام واسه تو کنیم به افتخار لور زمانای عزیز. لوری بارو بارون بارونه هی، بارو بارون بارونه هی، دست بیتی سنی چشم انتظارم هی، گل باغمی تو گل باغمی تو چشم انتظارمی تو، گل باغمی تو چشم انتظارمی تو، ایشو اول بهارم قید کشت و کارم، ایشو اول بهارم. بریم با هم یه سوپ حلزون خوشمزه درست کنیم. آب جوشیده شده حلزون‌ها رو اضافه می‌کنیم تا پخته بشن. وقتی قشنگ پخته شدن بهش مکمل اضافه می‌کنیم، هم می‌زنیم تا حلزون‌ها طعمدار بشن. بعدش گوجه اضافه می‌کنیم و در آخر هم سبزی بهشون اضافه می‌کنیم برای خوش عطر و بو شدنش و رب هم در آخر برای خوش رنگ شدن سوپمون اضافه می‌کنیم و سوپمون آماده است. حالا برای سروش میریم که با یه تیکه نون سروش می‌کنیم. نوش جان، امیدوارم پست دوست داشته باشین. لایک و سیو یادتون نره. زحمت بکش برای تزیینش برین روش. همه میگن چقدر شبیه توت فرنگی. خیلی جاتون خالی. خیلی اصلا مو همه میگن چقدر شبیه توت فرنگی. اصلا مو نمیزنی تو. از این ور قشنگه، 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 از همه طرف قشنگ بود که نوشته همسر جانم از هر طرف قشنگ، چشم نظر گذاشتم چشش نزنید. قربون قد و بالاش بشم، با این تیپایی که میزنه دل همه رو میبره. البته من نمیذارم کسی اینجوری نگاش کنه. اسم پیج ماهی ابول.
ابوال واسه اینکه راحت باشه و خسته نشه همیشه شلوارش رو اینجوری در میاره که بعد راحتم بپوشه. الهی قربون مرد با فکرم بشم که اینقدر باهوشه. ابوال یه مخفف دیگه ای از داشاقه. حالا اسم شوهرت یه ذره ما یه چی دیگه میگیم ابوال. حالا حداقل کار نه با اسمش کار ندارم، حداقل یه ذره نظافت رو رعایت کنی. چرک از اون شلوار میپاچه لطفا. بازم نشستی رو برون تماشای تو توی چشات میره میشم درگیر چشمای تو. قشنگ یارو تو فکره، کاملا مشخصه پشیمونه. میداره زمین نگاه میکنه اینجا بعد اینجا پاشم برم اینجا دیگه. نه چه گویی بود خوردم. بعدم میاد از هر کی که دورو برته، از اونا که میدونن تو کجایی و نمیگن. تنگ میشه دلم واسه دم صبح من خل و یعنی کم ندیدم همه طور بعد تو. بعد من به هیچ کسی اگه شد نده قول فکر یه ژله‌ای بود تو هتل ترانسیلوانیا. بعدم میاد از هر کی همونه منو میکشونه دم پل نده هول. جونم با چلواری ها اومدن. چون مسابقات انیمه ببینیم. بله چون مسابقات گوییه. اوه اون کد دیگه غیر قابل استفاده است. نه سریال ویکتوریا. همگی دوستان سمت راست استیج بیسید. واقعا سیسای آریاییه. سیسه آریایی. این فیگور پشت خیلی داره. ببینیم. بعد یه سال چرا کفشا رو در آوردن؟ و کفشا رو چرا نذاشتی بپوشن؟ تشریف ببرید انتهای استیج. بازیگر سریال ویکتوریا. همگی دوستان سمت راست استیج. یعنی چی الان؟ اینکو ور میداره و این سیسه سسنایی سیسه میگیره. چشمه رو باز میکنه از تو جیب پشتو نشون نمیده، به پشت نمیده. 4-14 با فاصله از هم حرکت. سیسا میگیره. 14 خیلی جذاب تر بود. شماره 11 12 جاش رو سویچ کنم. 11 و شمارش 15. مارشالی جیوان فیروزبن. تشریف بیاریم جلو حرکت. همگی حالش بیا جان همونی. اوه یا علی عبر حسن. ای خوب سیس میگیره 14. آلون داور رایار ریموت فرمودید. چون مثل رقابت عجیبی بین با کارمندان بانک ملته. سیسا میگیره. 14 خیلی جذاب تر بود. شماره 11 12 جاش رو سویچ کنم. 11 و شماره دوباره مارشالی جیوان فیروزبن. چجوری جرق خوردن همگی فقط نگاهین. اوه عبر حسن. ای خوب سیس میگیره 14. آلون داور رایار ریموت فرمودید. همونجوری اوترو رو همونجوری بگیرم. او بچه‌ها دمتون گرم که تماشا کردید. امیدوارم که حال کرده باشید. اگه خوشتون اومد لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. زنگولاش هم بزنید. اگه خوشتون اومد واسه دوستاتون هم بفرستید. دوستتون دارم. مواظب خودتون باشید. تا ویدیوی دیگه میبینمتون. See you guys. I think the girls with their nails done now.